شما همراهان گرامی، من خاطر صابری هستم، مدرس نرم افزارهای طراحی و گرافیکی. توی ویدیوی قبلی که لینکش رو این بالا براتون قرار میدم، با کنوا آشنا شدیم و فهمیدیم که چی هست و چی کار میکنه. توی این ویدیو قراره با محیط وبسایت و نرم افزارش آشنا بشیم و ابزارهاش رو مورد بررسی قرار بدیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب توی جلسه قبل ما قسمت سایدبار پلتفرم کنوا رو بررسی کردیم، با تمام امکاناتش به صورت جزئی آشنا شدیم و با هم کار کردیم. بخش بعدی که میخوام بهتون بگم نوار بالا هست. این نوار چه امکاناتی به ما میده؟ اولین گزینش که منو هست که این همونی که الان بستم. اینجا پروژه‌های اخیری که کار کردیم رو بهمون نشون میده. با این قسمتاش کاری نداریم چون اینا مربوط به نسخه‌های پرو هست. من فعلا میبندمش. گزینه بعدی فایل هست که ما با قسمت سیوش برای سیو کردن پروژه قبلا آشنا شدیم. مختصر و سریع بهتون میگم و از روش رد میشم، ولی توی جلسات آینده با جزئیات بیشتری با این قسمت ها کار میکنیم. کرییت نیو دیزاین برای ساخت پروژه جدید هست که حالا وقتی من بزنمش ببینید اینجا به من مدل‌های مختلف رو میده. توی جلسه قبل که داشتیم با محیط پلتفرم کنوا آشنا می‌شدیم، این گزینه‌ها رو به صورت آیکون‌های جذابی بهمون نشون میداد و ما میتونستیم براشون طراحی انجام بدیم. اما اینجا فقط به صورت لیست و گزینه به ما نشون میده که ما میتونیم هر کدوم از اینا رو انتخاب کنیم و باشون پروژه‌مون رو بسازیم. اینجا جا داره که بهتون بگم اگر کانال رو سابسکرایب کنید و با آموزش‌ها همراه باشین، توی آموزش‌های بعدی ما با چند مدل از اینها کار میکنیم و باشون پروژه تعریف میکنیم، پروژه‌های واقعی میسازیم. گزینه بعدی آپلود فایل هست که وقتی که من اینو بزنمش میتونم از روی هارد سیستمم ببینید فایل وارد کنم و عکس، فیلم، صداهای مختصری که حالا با روی پروژه باش کار کنم میتونم اینا رو وارد کنم. خب فعلا فایل رو میبندم تا همینجا کافیه. اما برای اینکه هر کدوم از این المان ها رو، این عناصر تصویری توی کارمون رو بتونیم تغییر بدیم، حواستون باشه که باید این گزینه روی ادیتینگ باشه. روی هیچ کدوم از این دوتا نباید باشه، فقط روی ادیتینگ. ادیتینگ من فعاله. برای اینکه عکس هم رو تغییر بدم کافیه روش کلیک کنم و این پنجره برای من باز میشه. این نوار برای من اینجا باز میشه. ببینید روی عکس کلیک کنم نوار به این صورت هست، روی آیکون کلیک کنم نوار به این صورت هست، روی بک‌گراند کلیک کنم نوار به این صورت هست، روی متن کلیک کنم نوار به این صورت هست. این نشون میده که هر کدوم از اینا تنظیمات ادیت مربوط به خودشون رو دارن. مثلا من عکس رو انتخاب میکنم. گزینه اول ادیت رو میزنم. یکم زمان میبره که این پنجره بر من باز میشه. این قسمت، این گزینه ها که همشون مربوط به نسخه پرو هست، بک‌گراند رو پاک میکنه، بک‌گراند رو اون جوری که ما میخوایم، اون یه سری اشیاء توش رو حذف میکنه و این از جمله این کارها که ما فعلا با نسخه پروش کاری نداریم. قسمتی هست که مربوط به فیلتر هست. ما میتونیم فیلترهای تصویری رو روی عکسمون بندازیم. ببینید. و از این قسمت اینتنسیتی ما میتونیم درجهش رو کم کنیم. مثلا ببینید مشخصه الان ببینید درجهش رو کم و زیاد میکنیم. شدت اعمال این فیلتر رو برامون تغییر میده. گزینه بعدی FX افکت. یه سری افکت های خاص دیگه هست، مثلا بلور. ما میتونیم این عکسمون رو ببینید با براشی که من دارم و این درجه از شدتی که میخوام بلر بشه روی کارم اگر که براش بزنم برام بلر میکنه. کنترل زد رو میزنم، نمیخوام، برمیگردم. با همه این گزینه‌ها میتونین آشنا شین دیگه، باشون روشون کلیک کنین، باشون کار کنین روی عکس‌ها، ببینین چی کار میکنن. گزینه بعدی اپس هست که
همون هوش مصنوعی که توی جلسه اول بهش اشاره کردیم و به توضیحش دادیم رو اینجا یه سریاشو داره به من معرفی میکنه. مثلا من ترایپی رو انتخاب میکنم. ببینید وارد این گزینه ها میشم. مثلا این مدلش رو انتخاب میکنم و ببینید روی عکس من اعمال کرد. باز اینجا ما میتونیم روش کار کنیم. ببینید اومده کانال های رنگی RGB رو از هم جدا کرده. ما میتونیم روش کار کنیم. اینطوری کانال ها رو از هم فاصله بدیم. ببینید زاویه‌شون رو میتونیم نسبت به هم دیگه تغییر بدیم. یه سری کارهای شخصی سازی محدوده ولی جالبه، میتونیم روشون کار کنیم. و در نهایت سیو رو باید بزنیم که این افکتی که روش اعمال کردیم روش سیو بمونه، وگرنه وقتی که بک رو بزنیم دیگه افکت رو نخواهیم داشت. این یه نمونهش بود. مثلا یه نمونه دیگه هم اگه بخواید ببینید، اگر که وقتی افکت رو انتخاب کردین وارد همچین فضایی شدین، این یعنی که من از این افکت حالا استفاده نکردم توی کنوا، چون اگه استفاده کرده بودم مستقیم وارد صفحه تنظیمات مربوط به افکت می شدم. اگر وارد همچین صفحه شدین نگران نباشید، اسکرول کنید بیاین پایین، چون این آموزشش و طریقه کار این افکت رو داره نشون میده. اوپن رو فقط بزنین و منتظر باشین تا پنجره مربوط به تنظیماتش باز بشه. ببینید الان داره من نشون میده، میگه که اگر که الان چون افکت روش اعمال شده خیلی خودش رو نشون نمیده. اگر روی عکس خام بود شاید بهتر خودش رو نشون میده. میگه اگر که این افکت روش اعمال نشده باشه، اگر اعمال شده باشه. من نمیخوام فعلا روش کار کنم. بک رو میزنم. این از قسمت ادیت. گزینه بالاش adjust هست. adjust من کنترل Z بزنم که اصلا افکت نباشه. گزینه adjust میگه که رنگ و نور عکس رو برای من شخصی سازی میکنه. این خیلی قسمت گسترده‌ای هست. ببینید من میتونم گرمی و سردی عکس رو اینجا شدت بدم یا کمترش کنم، بیشترش کنم. ببینید اینا میتونم تغییر بدم. نخواستم میتونم تو قسمت لایت نور و رنگش رو اینجا تغییر بدم. کنتراستش رو ببرم بالاتر. اینها رو دونه دونه باید باشون کار کنین تا متوجه بشین هر کدوم چی کار میکنن. مثلا تکسچر ببینید اینا رو دونه دونه باشون بازی کنین تا بیشتر باشون آشنا شین. ولی فقط اینو بهتون بگم که قسمت adjust فقط مختص تنظیم رنگ و نور و گرمی و سردی عکس هست که روی عکساتون میتونین روی این قسمت کار کنین. گزینه ادیت دیگه چیز دیگه ای نداره. گزینه بک‌گراند ریموور این گزینه که مربوط به نسخه پرو هست، باز باهاش کاری نداریم. گزینه بعدی کالر. این قسمت اومده که پالت رنگی عکس رو برا من نشون داده. هر کدوم از اینا رو بزنم این مستطیلی که من دارم، این عکسی که من دارم فول میشه از اون رنگ. مثلا من این بنفشه رو بزنم ببینید فول شد از این رنگه، یا اینجا گرادینت بهش میده. این رنگ کلی به کار میده. گزینه بعدی بوردر استایل. خط دور قابی که این عکس توش هست رو برا من نشون میده. مثلا نقطه چین به این پهنا. ببینید اینو به من نشون میده. وقتی من اینو زدم این هم فعال شد. توی پنجره بوردر کالر برای من باز شد که من میتونم رنگش رو اینجا انتخاب کنم. مثلا ببینید تغییر کرد. گزینه بعدی این دور تا دور اون گوشه های کادرمون رو برامون کرو میکنه، گرد میکنه کادرمون رو اصطلاحاً. گزینه بعدی کراپ هست که باهاش آشنایی دارین خیلیاتون. ببینین ما میتونیم بچرخونیمش.
میتونم عکس هم اینطوری کراپش کنم، بذارمش توی ماسکی که قبلا بود. ببینید چه فرقی کرد. کنترل زد رو میزنم، کراپ شد عکسم. گزینه فیلیپ هم که آینه میکنه اینه. گزینه فیلیپ بیشتر برای سرعت بخشیدن به کار تمیز در آوردن کار استفاده میشه، یعنی خیلی کاربردی نداره، یه چیز سلیقه‌ایه. گزینه بعدیمون ترانسپرنسی هست که ببینید شفافیت عکس رو کم میکنه، اون که یه جوری باعث بشه ما زمینه زیرش رو هم همزمان بتونیم ببینیم. گزینه بعدی رایس هست که انیمیشن هست. وقتی که پروژه رو باز میکنیم این به این شکل متحرک میشه و خودشو نشون میده. ببینید وقتی که این رایس بنفش باشه یعنی فعاله. رایس یعنی یه انیمیشنی به کارمون دادیم. گزینه بعدی هم پوزیشن هست که تنظیماتش رو میبینین. backward and to back. backward میگه که بره زیر، یک لایه بره زیر. to back یعنی بره زیرترین لایه. من اینو الان بذارم رو این، حالا ترانسپرنسیش هم ست کنم. ببینید این الان میگه که زیر این لایه ها هست. خب من میگم که بیا to front یعنی جلوترین، بالاترین لایه. to back الان رفت زیرترین لایه قرار گرفت، زیر مستطیلی که روی عکس بک‌گراند ما قبلا گذاشته بودیم. فوروارد یک لایه اومد بالاتر. الاین تو پیج با این صفحه کارمون رو الاین میکنه، میچسبونه بالا، وسط قرار میده، میچسبونه پایین، یا به سمت چپ چپچینش میکنه، یا وسط چین یا راست چین. با این گزینه ها ما میتونیم تنظیمش کنیم که خیلی دقیق هر قسمتی از صفحه که میخوایم قرار بگیریم. نخواستیم ما میخوایم که یه مختصات به کارمون بدیم، به این عکسه بدیم که توی این مختصات از تصویرمون قرار بگیره. از این قسمت ما بهش عدد میدیم و براش جایگاه تعریف میکنیم که توی چه پیکسلی از کارمون، فضای کاریمون قرار بگیره. گزینه بعدی کپی استایل. من هرچی افکت، انیمیشن، کلا هرچی شخصی سازی کرده باشم روی کارم، توی پروژم، توی المانم، با این کپی استایل کپیش میکنم و روی مثلا این پیستش میکنم. ببینید الان اگر که من کارم رو زوم کنم، اون بردره رو روی این گله انداخت. افکت هایی که روی این عکس داده بودم و تا اونجایی که میشد و میتونست روی این گله انداخت. خب چون این مثل عکس هم پیکچر نبود، خب یه سری اعمال ها رو نپذیرفت، روش قرار نگرفت. ولی خب به صورت کلی ما با این ابزار میتونیم استایل ها رو بین لایه ها کپی پیست کنیم. بعد از ادیتی که روی عکسمون انجام دادیم، حالا روی متن هم من توضیحاتی رو خدمتتون عرض کنم برای تغییراتی که روی المان های متنی میدیم. این قسمت انتخاب فونت هست که فونت مد نظرمون از این قسمت انتخاب میکنیم. یه سری توضیحات راجع به تفاوت فونت فارسی و انگلیسی، فونت های لاتین توی جلسه اول براتون توضیح دادم، کامل براتون توضیح دادم که چرا دستمون باز نیست برای تایپ فارسی توی کنوا. و گزینه بعدی هم تکست استایل هست که ما میتونیم بهشون ما میگیم که این متنمون عنوان باشه، ساب تایتل باشه یا فونت متن توی کارمون باشه. این گزینه هم برای بزرگ و کوچیک کردن متن توی کارمون هست. ببینید مثلا سایز اینو من الان بردم بالا، مثلا این متن. خب از این قسمت ما میتونیم رنگش رو تغییر بدیم، بولدش کنیم، زیرش خط بذاریم، روش خط بکشیم. همه ی حروف به صورت کپیتال نوشته باشن یا ننوشته شده باشن. چه ادبیاتی داشتم واقعا. وسط چین باشن، راست چین یا چپ چین باشن برای چند خط نوشته هم. حالا این که در حد یه خطه.
بولت داشته باشه، نداشته باشه، 1 2 3 باشه. فاصله بین خطوطمون چقدر باشه، فاصله بین خطامون، فاصله بین خود حروفمون، خطمون، اینا چقدر باشه. ترانسپرنسی، شفافیت متنمون چقدر باشه. افکت، میتونیم یه سری افکت هایی رو بهش حالا اعمال کنیم از این قسمت. رایس هم که مثل تصویر انیمیشن بود که با چه موشنی توی کارمون ظاهر بشه. پوزیشن رو داریم که جایگاهش توی تصویر هست که اونم مشترکه، این تنظیمات بر متن و عکس و المان و همش. و خب اینم که بهتون گفت. گزینه بعدی برای ادیت آیکون های گرافیکی هستن که وارد کارمون کردیم. این هم باز یه سری تنظیماتش مشترک، پوزیشن، رایس و ترانسپرنسی که گفتم، فلیپ رو بهتون گفتم، کراپ رو گفتم. تنها فقط ادیت هست که فیلترهایی رو داره که روی عکس هم دقیقا همین فیلترها اعمال می شدن. قسمت کالر رو داره که رنگ کاملش، رنگ داخلیش، رنگ فیلش به این صورت میتونه تغییر پیدا کنه. بوردر هست که اون خط دوری که برای این کار دادیم، برای این هم میتونیم بدیم که حالا ما فعلا برای این نمیخوایم بدیم. و اینم که توی قسمت عکس مشخص بود، براتون توضیحش رو دادم که دورش رو کرو میکنه برامون. خب شما با تنها تماشای جلسه اول و جلسه دوم این دوره، با همین 2 جلسه میتونین الان برین کنوا رو سیستمتون باز کنین و پروژه های از پیش تعریف شده رو از قبل که توی کنوا وجود داره، تمپلیت های آماده رو باز کنین، روشون کار کنین، ادیتشون کنین و دستتون راه بیفته که چطوری با کنوا بتونین کار کنید. پس با همین 2 جلسه شما میتونین پروژه ببندین. برید ببینم چی کار میکنید. هر سوالی داشتین توی قسمت کامنت از من بپرسید، من پاسخگوی تمام سوالای شما هستم. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برای دوستان و علاقه‌مندهای تولید محتوا بفرستین. حمایت شما باعث دلگرمی من هست. تا جلسه آینده فعلا بدرود.